بدید کمی از قبل شروع بکنم. بعد از انقلاب 2018 در ارمنستان، وقتی که ارمنستان راه خودش رو از روسیه جدا کرد و بیشتر به اروپا و آمریکا نزدیکتر شد، دقیقاً الان چیزی که در گرجستان داره اتفاق میفته داره در ارمنستان هم اتفاق میفته و نیروهای طرفدار روسیه سعی میکنن ارمنستان رو به شکلی از راهی که به طرف اروپا و غرب داره منصرف بکنن. این کار رو سعی کردن از سال 2018 تا به امروز در پارلمان پیگیری کردن، نتونستن و الان شخصی رو پیدا کردن با چهره جدید که میخوان به صورت غیر دموکراتیک عوض بکنن حکومت رو در ارمنستان. و دولت پاشینیان هم البته از سال 2018 مدام به مخالفان در پارلمان میگه که اگر قرار هست که حکومت عوض بشه فقط از طریق انتخابات پارلمانی قرار عوض بشه. منظورتون از این شخص جدید همین اسقف اعظمی است که ما در تصاویر میبینیم، باگرات گالستانیان؟ بیشتر بگید در مورد ایشون، برای اینکه ایشون در این تظاهرات خب در مورد این روستاهای تحت کنترل ایروان گفته که به باکو واگذار میشه، ولی در عین حال باکو این متقابل نیست این توافق بین آذربایجان و ایروان اونطور که ایشون میگه. بله همچین ادعایی دارن، ولی از طرف دیگه کسانی که تو اون روستاها زندگی میکنن و مسئولان روستاها هم اعلام کردن که بعد از اینکه تعیین مرز شده مساحت اون روستاها اضافه شده و از قسمت هایی که نمیتونستن قبلا در اونها کشاورزی بکنن و تحت سلطه آذربایجان بود به این روستاها اضافه شده. یعنی در اصل نمیشه گفت که یک طرف است. البته این تعیین مرز ادامه دار هست و باید ادامه داشته باشه و با این قطعه به پایان نخواهد رسید. اون مناطقی که آقای گالستانیان میگه که حالا یک سری روستاهایی هم هستن که آذربایجان باید نیروهای خودش رو از اونها بکشه بیرون در داخل خاک ارمنستان، اونها کجا هستند؟ اونها در جنوب ارمنستان هستند و نزدیک، میشه گفت که بیشتر نزدیک ایران هستند. این روستاهایی که الان دولت ارمنستان قصد واگذاریش رو داره در شمال ارمنستان هست و بیشتر به گرجستان نزدیک هستند.